سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم با هم دیگه در مورد درس اول از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور توضیحاتی رو با هم دیگه بررسی بکنیم و روش نوازندگی رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. توی ویدیوی قبل من در مورد روش صحیح نشستن پشت ساز، دست گرفتن مضراب و مضراب زدن، اصول اولیه‌ای که شما باید بلد باشید برای نوازندگی توضیحاتی رو بهتون دادم. ممنون میشم که حتما اون رو ببینید، چون خیلی مهمه که از ابتدا که شما میخواید ساز بزنید حتما با روش درست نوازندگی بکنید که بعدها که میخواید قطعات حرفه‌ای‌تر رو بزنید به مشکل نخورید. توی درس قبل که میشه درس اول از کتاب شیوه سنتور نوازی یه سری نکات رو با هم دیگه یاد گرفتیم که خوبه که قبل از اینکه وارد این درس بشید اون نکات رو هم مرور بکنید. نوت‌هایی که با هم دیگه یاد گرفتیم و حالا کشش‌هایی که یاد گرفتیم رو حتما مرور کنید که اینجا دیگه با اون مسائل هم مشکلی نداشته باشید. توی این قطعه ما اجرای نوت‌های سیاه رو داریم. توی درس اول کتاب شیوه سنتور نوازی اجرای نوت گرد رو داشتیم که میگفتیم ما به ازای هر نوتی که میزنیم 4 شماره باید صبر بکنیم. یعنی ما ضربه رو که روی نوت میزنیم روی شماره 1 اجرا میکردیم و 2 3 4 رو برای اون نوت مکس میکردیم و میگفتیم ارزش نوت گرد 4 شماره است. نوت هایی که توی این درس داریم همشون نوت سیاه هستن. ارزش نوت سیاه 1 شماره است. پس شما باید به ازای هر کدوم از نوت‌ها 1 شماره فقط صبر کنید. پس با هر شماره‌ای که میشماریم یه دونه ضربه باید روی سازمون بزنیم. یکم جلوتر، یکم دقیق‌تر در مورد کشش‌ها با هم دیگه صحبت می‌کنیم. ولی فعلا در همین حد کافیه بدونید که ارزش هر کدوم از این دایره‌های توپری که دم دارن که بهشون میگیم نوت سیاه 1 شماره است. چیزی که برای اجرای هر قطعه اهمیت داره جمله بندی اون قطعه است. وقتی شما بتونید جمله بندی قطعه رو به خوبی انجام بدید حفظ کردنش براتون خیلی ساده تر میشه و اینو بدونید همیشه هر قطعه‌ای که شما میخواید بزنید حتما باید حفظش کنید که هم تسلطتون بیشتر بشه هم کیفیت اجراتون بالاتر بره. جمله بندی این قطعه به این شکله که هر 3 میزانش یک جمله حساب میشه. یعنی خط اول که شامل 2 میزان هست و خط دوم میزان اول میشه جمله اول ما. جمله دوم میشه از میزان دوم خط دوم تا آخر خط سوم، یعنی 3 میزان بعد. جمله سوم باز 3 میزان بعد هست که میشه از اول خط چهارم تا میزان اول خط پنجم و جمله آخر از میزان دوم خط پنجم تا آخر قطعه میشه. پس 4 تا جمله یا عبارت ما توی این قطعه داریم. نکته دیگه‌ای که توی این قطعه اضافه میشه سکوت ها هست. سکوت خب مدت زمانی هست که ما هیچ نوتی اجرا نمی کنیم، ولی سکوت ها هم به اندازه نوت ها اهمیت دارن، چون توی اجرای موسیقی همونطور که نوت ها شنیده میشن سکوت ها هم شنیده میشن. یعنی اگر ما ارزش اون سکوت رو به اندازه‌ای که هست رعایت نکنیم ریتم قطعه به هم میخوره و صدایی که ما قراره بشنویم قطعا متفاوت میشه. این علامتی که اینجا میبینید علامت سکوت سیاه هست. مثل نوت سیاه که ما گفتیم ارزشش 1 شماره هست، سکوت سیاه هم ارزشش 1 شماره هست. یعنی ما به اندازه 1 شماره میشماریم ولی چیزی اجرا نمی کنیم. سکوت ها هم مثل نوت ها ارزش زمانی های متفاوتی دارن که خب ما هنوز ارزش زمانی ها رو یاد نگرفتیم، مثل ارزش زمانی گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ، سلاچنگ و مدل های دیگه‌ای که جلوتر با هم دیگه یادشون میگیریم. ولی فعلا اولین سکوتی که با هم دیگه یاد گرفتیم این علامت سکوت سیاه هست که به اندازه 1 شماره باید صبر بکنی و چیزی اجرا نکنی. توی درس اول از کتاب شیوه سنتور نوازی ما 3 تا نوت رو با هم دیگه یاد گرفتیم. نوت دو، سل و می. گفتیم نوتی که روی خط دوم هست میشه سل سفید، نوتی که زیر خط دوم اضافه هست باز نوت سل ولی رو سیمای زرد اجرا میشه، نوتی که بین خط سوم و چهارم هست نوت دو سفیده و نوتی که زیر خطهای اصلی روی خط اول اضافه قرار میگیره 2 سیمای زرده و نوت می هم روی خط اول قرار میگیره.
این نوت‌هایی بود که توی کتاب شیوه سنتور نوازی درس اول با هم دیگه یاد گرفتیم. توی این قطعه یه سری نوت‌های دیگر رو قرار یاد بگیریم. نوتی که بین خط دوم و سوم هست نوت لا هست که جاش روی سنتور ما میشه خرک چهارم سیم‌های سفید. پس اگر ما بخوایم نوت لا رو روی سنتورمون اجرا کنیم، جای اجرای نوت لا از پایین خرک چهارم 1 2 3 4 روی سیم‌های سفید میشه نوت لا که جایگاه نوتش میشه بین خط دوم و سوم خطوط حامل. نوت بعدی نوت سی هست که روی خط سوم حامل قرار میگیره و جای اجراش میشه خرک پنجم سیم‌های سفید، یعنی دقیقاً خرک وسط توی سنتورمون. و نوت بعدی که دو هست که یاد گرفتیم بین خط سوم و چهارم بود و ر هم روی خط چهارم قرار میگیره. پس جای اجرا شدن ر میشه خرک هفتم سنتورمون و جای نوشته شدنش میشه روی خط چهارم. نوت فا هم بین خط اول و دومه، یعنی یه دونه پایین‌تر از سل. سل روی خط دومه، فا میشه بین خط اول و دوم. حالا همین رو سیمای زرد هم قراره اجرا بکنیم. یعنی ما یه فا داریم که جای نوشته شدنش میشه روی خط سوم اضافه زیر خطوط و جای اجراش میشه خرک دوم سیمای زرد. سل رو یاد گرفته بودیم که زیر خط دومه. نوت لا که میشه خرک چهارم می فا سل لا، جای نوشته شدنش میشه روی خط دوم اضافه زیر خطوط. نوت سی میشه زیر خط اول و دو هم که یاد گرفته بودیم که روی خط اول اضافه هست. این نوت‌هاییه که توی این قطعه قرار باهاشون سر و کار داشته باشیم، یعنی محدوده از فا تا ر روی سیمای سفید و فا تا دو روی سیمای زرد که نوت‌هاشو هم با هم دیگه کار کردیم. شما باید یکم تمرین کنید و سعی کنید نوت‌ها رو حفظ بشید که چشمتون تا نوتو می‌بینه تشخیص بده که چه نوتی هست و جای اجرا شدنش روی سنتورمون میشه کجا. بسیار عالی. الان می‌خوایم جمله اول رو با هم دیگه نوت‌خوانی کنیم و بعدش اجراش کنیم. جمله اول نوتاش هست سل، لا، سی، دو، میزان دوم سی، لا، سل، فا و میزان آخر سل، سکوت، سل، سکوت. مواظب راست و چپ ها باشید. یادتون هست که گفتیم نوتایی که بالاش 8 داره یعنی باید با دست راست اجرا بشه، نوتایی که بالاش 7 داره یعنی این که باید با دست چپ اجرا بشه. میخوایم جمله اول رو اجرا بکنیم. میدونیم که تمام این نوتایی که در محدوده خطوط حامل هستن، یعنی پایین‌تر از 5 خط یا بالاتر از 5 خط نرفتن، مربوط میشن به سیم‌های سفید سنتورمون. خب مسیر رو سعی می‌کنیم روی سنتورمون یاد بگیریم. از نوت سل 4 تا میریم بالا، 1 2 3 4 و بعد از نوت سی 4 تا میایم پایین، 1 2 3 4 شد سل لا سی دو، سی لا سل فا و در آخر 2 تا سل داریم که بینش سکوت داره. به این شکل اجرا میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. توی این میزان آخر من ضرب شماره 2 و 4 رو اجرا نکردم چیزی به خاطر اینکه سکوت بود، یعنی ضرب 1 سله، ضرب 2 سکوت. دقت کنید ضرب 3 رو هم باید با دست راست بزنیم، یعنی اینجا 2 تا راست متوالی داریم، میشه 1 2 3 4. این شد جمله اول. یادتون باشه قرارمون این شد که تقریباً 4 سانتی متر از خرک فاصله بدیم و ضربه بزنیم. همین اتفاق روی سیم‌های زرد هم باید بیفته، یعنی اگر می‌خوایم روی سیم‌های زرد ضربه بزنیم تقریباً 4-5 سانتی متر از خرک فاصله میدیم و بعد ضربه میزنیم. جمله یا عبارت دوم همونطوری که می‌بینید همه نوت‌هاش زیر خطوط حامله، پس همه اینا مربوط میشن به سیم‌های زرد. نوتاشو با هم دیگه می‌خونیم. اولین نوت سل هست، بعد لا، سی، دو، ادامهش توی خط سوم سی، لا، سل، فا، سل، سکوت، سل، سکوت. اگه دقت کنید میبینیم که جمله دوم دقیقاً نوتاش تکرار جمله اوله، با این تفاوت که همین چیزی که رو سفید زدیم باید رو سیمای زرد اجرا بشه چون نوتاش اومده پایین. براتون اجراش میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم سراغ جمله سوم.
خب اولا اینکه چون نوتامون توی محدوده خطوط حامل هستن، پس باید بیایم روی سیم‌های سفید اجرا بکنیم. نوتامون هست لا، سی، دو، ره، دو، سی، لا، سل، لا، سکوت، فا، سکوت. باش میشماریم. از نوت لا شروع میکنیم، 4 تا میریم بالا و برمیگردیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. و جمله آخر، جمله چهارم که باز رفته رو سیمای زرد، نوتاش هست سل، لا، سی، دو، سی، لا، سل، فا، سل، سکوت، سل، سکوت. پس روی سیم‌های زرد از نوت سل شروع می‌کنیم، 4 تا میریم بالا، از سی 4 تا برمیگردیم پایین. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. این کل درس اول کتاب دستور سنتور بود. حالا من یک بار از اول تا آخر پشت سر هم میزنم. دقت کنید که قرار نیست این جمله ها جدا جدا اجرا بشن. این جمله بندی رو ما انجام میدیم برای اینکه حفظ کردن و درک نوت ها برامون راحت تر بشه، ولی باید تمرین بکنیم که تمام نوت ها پیوسته اجرا بشن. فاصله فقط جایی میفته که سکوت وجود داره. من براتون از اول تا آخرش رو یه دور اجرا میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. این کل قطعه است که شما باید با حوصله، با سرعت کم، همینطور که من اجرا کردم، حتی چیزی که خود کتاب مشخص کرده، سرعتی که مشخص کرده پایین‌تر از چیزی است که الان من زدم، با حوصله اجرا کنید، ولی تمام تمرکزتون روی این باشه که فرم دستتون، نوازندگیتون صحیح باشه، انگشتاتون چسبیده باشه، حرکت دستتون صحیح باشه، جایی که مضرابتون میزنه درست باشه و صدایی که از سازتون در میارید یک صدای شفاف و دلنشین باشه. عجله نکردن خیلی توی ابتدای راه مهمه. شما باید سعی کنید کاملا با حوصله و آروم ضربه بزنید، ولی به جنس و کیفیت صدا توجه بکنید. یه سری نکاتی هنوز توی قطعه هست که من در موردشون هنوز صحبتی نکردم، به خاطر اینکه ممکنه کمی برای شما الان گیج کننده باشه. جلوتر که بریم آروم آروم تمام این نکته ها رو با همدیگه کار میکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.